با عرض سلام و احترام خدمت دوستان گلم. عرض شد خدمتون که چند تا از بچه ها از من خواستن که طریقه باز کردن درب و پیاده شدن صحیح و اصولی رو روز آزمون، زمانی که آزمون دارن و افسر کنارشون نشسته و مرحله آخر که میخوان درب رو باز کنن و پیاده شدن، خواستن که من کلیپ بذارم و توضیح بدم و آموزش بدم بهشون. البته من اینو قبلا هم چند ماه پیش توی کانال گذاشته بودم به صورت کامل، یعنی مراحل پیاده شدن که تک تک بود رو کامل توضیح داده بودم که این درب هم اونجا گفته بودم به چه صورت و با چه دستی باید گرفته بشه و چطوری باز بشه. اما به خاطر دوستان عزیزم که دوباره خواستن، من رو چشم براتون دوباره آموزش رو الان انجام میدم. ببینید، روز آزمون دوستان عزیزم وقتی که میخواید پیاده بشید، شما حتما فوق‌العاده مهمه، یعنی از هنرجوی خودم چندین نفر بودن که همه چی رو درست انجام دادن و در ذهن افسر قبول بودن، فقط تنها موردشون اشکالشون همین لحظه آخر باز کردن اشتباه درب بوده که رد شدن و اینطوری بوده که اشتباهشون با دست راست اومدن عذرخواهی میکنم با دست چپ اومدن در رو باز کردن. ببینید دست چپ نباید بیاد روی این دستگیره بالایی و این دست راست شما آزاد باشه. ببینید حتما توجه داشته باشید، باید دست چپ روی این دستگیره پایین باشه اینجا و دست راست روی این دستگیره بالا، به این صورت، طوری که شما باید دست راست این بالا باشه، باید نیم تنه بچرخی. یعنی کاری کردن که شما زمانی که میخوایی در رو باز کنی این دست راستت آزاد و بیکار نباشه که مثلا با دست چپ در رو باز کنی، همزمان با دست راست هم بیا مثلا وسیله داشبورد تو برداری، یه وسیله یا ضبط تو خاموش کنی و حواست به بیرون و این کنار که ماشینا دارن عبور میکنن نباشه و مثلا ماشین هم بزنه در رو بکنه. پس با این کار شما وقتی دست چپ اینجا باشه و نیم تنه برگردی دست راست اینجا باشه، مجبوری دیگه تمام هوش و حواست به این سمت باشه که ماشین داره میاد و قطعا کار پسندیده و خوبی هست و احتمال خطر رو خیلی میاره پایین. حالا دست چپ اینجا، دست راست اینجا، نیم تنه برمیگردید، یه ذره در رو باز میکنید، بیرون نگاه میکنید یا از شیشه ماشین اگه نبود و بعد یه مقدار دیگه در رو باز میکنید، زیاد نه. ببینید اینجوری نباید در رو کامل باز کنی که در بره وسط خیابون، این هم اشتباه هست. یک مقداری نصفه در رو باز میکنی و از همین کنار پیاده میشید دوستان گلم. امیدوارم که از این آموزش، هرچند که دوباره گرفتم و تقریبا تکراری بود، به درتون بخوره و خوشتون اومده باشه. از این که با لایکاتون و اگر کانال رو دنبال نکردید لطفاً دنبال کنید، تمام آموزش ها هست، تمام نکاتی که برای روز آزمون لازم هست، حتی برای بعد از گرفتن گواهی نامه ما از حتی فنی ماشین هم کلیپ میذاریم، مواردی که در کل به قول گفتنی بعد گواهی نامه هم هست که شما باید تجربه به دست بیاری، درش هم کلیپ و آموزش میذاریم. از اینکه کانال دنبال میکنید، ویدیو منو شیر میکنید برای دوستانتون و لایک میکنید و کامنت میذارید، از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم. این بزرگترین حمایت شما از من هست و واقعا خوشحال میکنید با این کار منو. موفق و پیروز باشید.